مخنڅو ستاسو په خپل هلته تللي وه ستاسو دید څه دی امنیت څنګه و؟ تشکر. ما از کابل زمان حرکت کردیم میره در نظر داشتیم که باید نقاطی که آسیب پذیر است و ادعا میشه که در اوجه جبهه موسوم به مقاومت یا گروه های دیگه که مثلا حملات را انجام دادند و امنیت را اخلال کردن، حداقل باید نگاه داشته باشیم و دید مردم را داشته باشیم با خود که چگونه است وضعیت اونا. خوشبختانه از بغلان وقتی ما از کابل حرکت کردیم تا بغلان اوتر ساعات نبود که تحت حاکمیت امارت اسلامی نباشه، اوتر جایی را ما سر نخوردیم که در او نشانه های از درگیری وجود داشته باشه و اوتر فردی هم پیدا نشد، حاضر نشد که برای ما بگویه که در چند شبانه روز اونا شاهد کدام درگیری بودن، شاهد کدام حادثه بودن یا شاهد کدام حمله از گروه های مهاجم بالای امارت اسلامی بوده باشند. در کل جای مثبت بود و وقتی که در هر منطقه یا مسیر می رسیدیم، مثلا از کابل زمانی که می برامید تا پروان چندین ایستهای بازرسی امارت اسلامی بود که اوجا به دقت همه را به طور خوب تلاشی میکردن. دقیقاً تلاشی میکردند و در ضمنش هیچ مشکل وجود نداشت. مردم به خیال راحت رفت آمدشان میکردند و روزانه به منوال عادی شهرهای سالنگ به صدها نفر رفت آمد میکنند. تاسو د لارې په کله چې له کابل نه بغلان ته رسیدئ لارې کې هم کومه سیمې کې تاسو یعنی ودرېدئ، خلک مو ولیدل، له هغوی نه مو پوښتنه وکړه چې امنیت څنګه دی، آیا دوی د اوسني امنیت څخه راضي دي او که نه؟ دقیقاً ما نقاط مختلف را دیدیم، مردم را باش صحبت کردیم، صحبتهایشان با ما هست، ثبت هستند و